مجمع بزرگ ورزشی نام پهلوان ما یکم شده میبراید. نورعلی امامعلی، سردار نیراللهیف در مقام دوم است. دو پهلوانی که یکی از هر دو پهلوان‌هایی که در مقام سیوم هستند از دست پهلوان ما شکست خوردند. جناب ادخان اکراموف، وزیر پلیس و ورزش ازبکستان برای جایزه‌داران و غالب وزن 66 کیلو مدال‌ها را تقدیم می‌کند. نوردین در مقام دوم مکتب بزرگ ازبکستان، مکتب بزرگ جودوی ازبکستان حالا در مقابل پهلوانان تاجیک زینه پست است. باور کنید سردار این نوبت سرداری نکرد بلکه به قول دیگر وزیری میکند. انا این امامعلی نورعلی است. دوستان عزیز، امامعلی نورعلی تبسم دارد در لب پهلوان ما طلایی شد. همان سرود ملی ما، همان سخن پیشوای معظم ما که تاجیکستان با پیش است، حالا با پیش است، حالتهای تکرار رو میبینیم و سرود ملی کشور ما صدا میدهد. لحظه پس O'zbekiston Dzyudo Federatsiyasi raisi, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari Azizjon Komilov ham ishtirok etmoqdalar. Olqishlab qo'yamiz azizlar. Ladies and gentlemen, the national anthem of Tajikistan. Tojikiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Thank you very much. Family picture with the دوستان عزیز، اکنون سرود تقدیرساز کشور، سرود ملی ما با مصرع‌های زرین زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من پیشکش شما گردید. سرودی بود که بار دیگر ما را به این دیار، محبت ما را به این دیار، صداقت ما را به این وطن بیشتر کرد. سرودی که پهلوان ما را رقم یکی گرند اسلم گردانید. امامعلی نورعلی قهرمان جهان اکنون دوباره نشان طلایی را به گردن آویزان کرد. دو پهلوان ازبک، بله ببینید مخلصان ما خیلی شادی میکنند. این شادی تمام مردم تاجیک است، تمام تاجیکان جهان است که این لحظه من باوری دارم به خاطر امامعلی نورعلی کف میکوبند. انا این است حس بلند. انا پهلوانان عزیز به قول دیگر مشود است که دوستان عزیز اکنون